نظم در مغز انسان به عنوان عامل کلیدی در ایجاد احساس خوشبختی و آرامش روانی نقش بسیار مهمی داره. مغز انسان به عنوان پیچیده ترین و حیاتی ترین عضو بدن نیازمند هماهنگی و نظم برای عملکرد بهینه خودش است. زمانی که همه چیز در مغز به طور منظم و هماهنگ پیش بره، فرد کمتر دچار استرس، اضطراب و افسردگی میشه و میتونه زندگی روزمره خودش رو با انرژی و شادی بیشتری پیش ببره. عدم وجود نظم در مغز باعث ایجاد اضطراب و استرس میشه. اضطراب و استرس از جمله مشکلات روانی رایج در دنیای امروز است که میتونه به شدت کیفیت زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار بده. زمانی که مغز نتونه به درستی فعالیت‌های خودش رو هماهنگ کنه، فرد دچار احساس ناآرامی و نگرانی مداوم میشه. این حالت ناشی از فعالیت نامنظم نواحی مختلف مغز است که به طور خاص بر نواحی مرتبط با پاسخهای هیجانی و کنترل استرس تأثیر میذاره. ناهماهنگی در این نواحی باعث میشه که مغز نتونه به درستی به موقعیت‌های مختلف پاسخ بده و این موضوع به ایجاد احساسات منفی و کاهش انرژی در فرد منجر میشه. عدم نظم در مغز همچنین میتونه تمرکز انسان رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. زمانی که مغز به طور هماهنگ عمل نکنه، فرد قادر نخواهد بود به طور مؤثر بر کارهای روزمره خودش تمرکز بکنه. این امر به نوبه خودش باعث میشه که عملکرد فرد در فعالیت‌های مختلف کاهش پیدا کنه. عدم توانایی در تمرکز باعث میشه که فرد نتونه وظایف و مسئولیت‌های خودش رو به درستی انجام بده و این موضوع میتونه به احساس ناکامی و نارضایتی منجر بشه. در واقع ناتوانی در تمرکز یکی از عوامل اصلی است که میتونه باعث اختلال در زندگی روزمره و کاهش کیفیت زندگی برای افراد بشه. زندگی روزمره و کارهای روزانه هم به شدت تحت تاثیر نظم مغزی قرار میگیره. زمانی که مغز نتونه به طور منظم و هماهنگ عمل کنه، فرد دچار مشکلاتی در انجام کارهای روزمره خودش میشه. این مشکلات میتونه شامل ناتوانی در برنامه ریزی، ناتوانی در تصمیم گیری های مؤثر و ناتوانی در مدیریت زمان باشه. این مشکلات به نوبه خودش باعث میشه که فرد نتونه به درستی وظایف خودش رو انجام بده و این امر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش احساس نارضایتی منجر میشه. اما یکی دیگه از عواملی که میتونه به نظم مغزی کمک کنه ایجاد عادات سالم و پایدار در زندگی است. عادات سالم شامل ورزش منظم، تغذیه سالم، خواب کافی و مدیریت استرس است. ورزش منظم میتونه به بهبود فعالیت‌های مغزی کمک کنه و باعث بشه که مغز به طور هماهنگ‌تری عمل بکنه. تغذیه سالم میتونه به بهبود عملکرد مغز کمک کنه و باعث بشه که مغز بتونه به درستی وظایف خودش رو انجام بده. خواب کافی هم یکی از عوامل مهمی هست که میتونه به بهبود فعالیت‌های مغزی کمک کنه و باعث بشه که مغز به طور بهینه عمل بکنه. مدیریت استرس هم میتونه به کاهش اضطراب و استرس کمک کنه و باعث بشه که مغز بتونه به درستی وظایف خودش رو انجام بده. در نهایت میشه گفت که نظم در مغز عامل کلیدی در ایجاد احساس خوشبختی و آرامش روانی هست.
زمانی که همه چیز در مغز منظم و هماهنگ باشه، فرد کمتر دچار استرس، اضطراب و افسردگی میشه و میتونه زندگی روزمره خودش رو با انرژی و شادی بیشتری پیش ببره. از طرف دیگه عدم نظم در مغز میتونه به ایجاد اضطراب و استرس، ناتوانی در تمرکز و اختلال در زندگی روزمره منجر بشه و همه چیز در زندگی فرد رو به هم بریزه و خوشحالی و خوشبختی اون رو از او بگیره. بنابراین ایجاد و حفظ نظم در مغز از اهمیت بالایی برخورداره و میتونه به بهبود کیفیت زندگی و افزایش احساس خوشبختی منجر بشه. اما سوالی که اینجا پیش میاد این هست که ما چطور میتونیم در مغز خودمون نظم ایجاد بکنیم؟ ایجاد نظم در مغز شامل پذیرش عادات و رویه‌های مختلفی است که از سلامت روان و عملکرد شناختی پشتیبانی میکنه. ورزش منظم یکی از راه‌های مؤثر برای تقویت عملکرد مغز است، چون فعالیت بدنی جریان خون به مغز رو افزایش میده و باعث آزاد شدن اندورفین ها میشه. ورزش منظم میتونه خلق و خو رو بهبود بده و استرس و اضطراب رو کاهش بده و توانایی های شناختی مثل حافظه و توجه رو تقویت بکنه. تغذیه سالم هم نقش مهمی در حمایت از سلامت مغز داره. یک رژیم غذایی متعادل که سرشار از مواد مغذی ضروری هست میتونه عملکرد شناختی رو بهبود بده. مواد غذایی مثل ماهی‌های چرب، آجیل، توت‌ها، سبزیجات برگدار و غلات مثال‌هایی از این نوع غذاها هستند. خواب کافی برای فرآیندهای شناختی مثل تثبیت حافظه و تنظیم هیجانی بسیار حیاتی است. ایجاد یک برنامه خواب منظم، فراهم کردن محیطی آرام برای خواب و اجتناب از مواد محرک مثل کافئین قبل از خواب میتونه خواب بهتر و در نتیجه عملکرد بهتر مغز رو ترویج بده. مدیریت استرس هم برای حفظ نظم در مغز بسیار مهم است. استرس مزمن میتونه عملکرد مغز رو مختل بکنه و به مسائل بهداشت روانی منجر بشه. تکنیک‌هایی مثل مدیتیشن، ذهن آگاهی، تمرینات تنفس عمیق و یوگا میتونن به کاهش سطح استرس کمک کنند و وضوح ذهنی و ثبات عاطفی رو ترویج کنند. تحریک ذهنی از طریق انجام فعالیت‌هایی که مغز رو به چالش میکشه هم میتونه عملکرد شناختی رو بهبود بده. پازل ها، خوندن کتاب، یادگیری یک مهارت یا زبان جدید، نواختن سازهای موسیقی و شرکت در فعالیت‌های خلاقانه میتونن مغز رو تحریک کنن و نظم اون رو افزایش بدن. تعاملات اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی هم میتونه تاثیر مثبتی بر سلامت روان و عملکرد شناختی داشته باشه. ارتباطات اجتماعی میتونه حمایت عاطفی ایجاد بکنه، استرس رو کاهش بده و مغز رو فعال و درگیر نگه داره. ایجاد روالهای روزانه و سازماندهی وظایف میتونه به کاهش آشفتگی ذهنی و افزایش تمرکز کمک بکنه. تهیه لیست های کارها و تقویم ها میتونن در مدیریت مؤثر زمان و سازماندهی ذهنی مؤثر باشند. مدیتیشن، ذهن آگاهی و تمرینات تنفس عمیق همونطور که گفته شد میتونن آگاهی از لحظه حاضر رو افزایش بدن و استرس و اضطراب به همون نسبت کاهش پیدا میکنه. تمرین منظم ذهن آگاهی میتونه توجه و بهزیستی کلی رو افزایش بده. تمرکز بر یک وظیفه در هر زمان، دوستان توجه کنید، تمرکز بر یک وظیفه در هر زمان به جای انجام همزمان
چندین وظیفه میتونه کارایی شما رو افزایش بده و از بار شناختی بیش از حد جلوگیری بکنه. اولویت بندی وظایف و استراحت‌های منظم میتونه به حفظ نظم ذهنی و جلوگیری از فرسودگی کمک بکنه. همینطور دریافت حمایت حرفه‌ای از متخصصان بهداشت روان مثل درمانگرها و مشاوران میتونن راهبردها و حمایت‌های لازم رو برای مدیریت مسائل بهداشت روان و بهبود عملکرد شناختی کمک کنند. با ایجاد این عادات در زندگی روزمره شما میتونید محیطی منظم و هماهنگ در مغز خودتون ایجاد بکنید که منجر به بهبود سلامت روان و شادی و رضایت بیشتر از زندگی خودتون میشه.